حالتون چطوره؟ خیلی مخلصیم. با یه ویدیو دیگه از کانال مستر موشن در خدمتتونیم. توی این حرکت اومدیم یه صحبتی بکنیم درباره با حرکت پوشاپ، حرکت شنا که انواع و اقسام داره. ما انواع اونو می‌خوایم بذاریم کنار، راجع به اصل پوشاپ می‌خوایم صحبت کنیم. ببینیم کسی که نمیتونه شنا اجرا بکنه چیکار بکنه که بتونه توی یه هفته رکورد شناش رو افزایش بده. پس بدون هیچ وقفه‌ای برو بریم. تا اینجا ما انواع و اقسام حرکات شنا رو از مبتدی تا پیشرفتش رو با هم دیدیم. حالا می‌خوایم آموزشش بدیم که چجوری اینا رو اجرا بکنیم. اول نحوه قرارگیری دستامون مهمه. دست‌ها کاملا عرضشونه، پنجه‌ها اصلا نباید بسته باشه، پنجه‌ها کاملا باز، پاها به سمت عقب. نکته: زمانی که شما اجرا می‌کنید حرکت شنا رو، سعی بکنید از کتفاتون کمک نگیرید برای بالا اومدنتون، یعنی کتفا رو فیکس بکنید. این نکته رو بگم، این برای حرکت میشه گفت لول پیشرفته این حرکته، یعنی افراد مبتدی نباید انتظار این حرکت رو ازشون داشته باشیم. پس زمانی که پنجه‌هامون رو کامل باز کردیم، نکته بعدیش که خیلی خیلی مهمه، من یکم به سمت شما اجرا بکنم، اینه که شما آرنجاتون موقع پایین رفتن نباید به سمت بیرون باز بشه. این حرکت فقط و فقط درگیری کپسولای مفصلی توی قسمت سرشونتون رو داره و اصلا هیچ فشار و تنشی روی عضله سینه‌تون وارد نمیکنه. حالا نحوه صحیح اجراش رو از زاویه بالاتر براتون اجرا میکنم تا کامل متوجه بشید. خب تا اینجا ویدیو خسته نباشید. حالا براتون سوال به وجود اومده که کسایی که آسیب سرشونه و کتف دارن چجوری بتونن پوشاپ رو اجرا بکنن؟ توی اجرای این حرکت درد احساس میکنن. میخوایم با هم بریم توی یک سالن و لوکیشن جدیدی که براتون یه حرکت کمکی بگم که هم بتونید آسیبتون رو بهبود ببخشید، هم عضله سینه‌تون رو تحت تنش قرار بدین. پس اگه دوست دارید با هم این حرکت رو ببینیم، قبلش کانال رو سابسکرایب بکنید و لایک ویدیو یادتون نره، زنگوله رو آن بکنید تا شما جزو اولین نفراتی باشید که ویدیو من رو می‌بینید. بزن بریم. خیلی مخلصیم. حالتون چطوره؟ بریم توی آب 2 تا نمونه حرکتی بهتون بگم برای کسایی که سرشونه آسیب دیده دارن و نمیتونن حرکت پوشاپ رو روی زمین اجرا بکنن. پس بدون هیچ وقفه‌ای بریم با هم تمرین‌ها رو ببینیم.